بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. دوستان عزیز، خداوند حفظتون کنه. امروز عیدی بزرگ بود که الحمدلله به پایان رسید. کسی عید کرده نکرده دعا کرده خداوند قیامت همه ما آباد بگردونه. این نواری ما کوتاه هست، التماس با دقت گوش کنه. با پگرد حرامخور نبوده که بخدا کلمت در هم تیاق عباس میکشم. نگاه کنید دوستان عزیز، ویدیویی که دیده شده این ویدیو برای برادران و خواهران مظلوم فلسطین که از دست یهودیای بدبخت ظالم چی میگن چقدر جبر دیده ایستادن. دوستان مهربان، میخواسته که یک کارت انیق باشه که با فلسطین چخل کمک کنیم. این دوستان در همین کارت، این کارت من نیست. این کارت اگر بشناسی صالحین برادر مو که در همه جا مشهور است، روش مقام پشت زیادشکا داره تاجیکستان. دوستان همین کارت های هم با روزگی شرکت همون صالحین و کمیته حکومت جمهوری تاجیکستان انشالله سوم مبلغ جمع می شود. چخل رسانده می شود اوش شما نمیدونم. کدمت که اگر که میترسه که سوم پرتوی یا که نمیدونه چخل در دوشنبه باشه انشالله در این رقم روی اکران زنگ بزنه برای در آفیس شون سوم با دست اختام بسپره، سوم کلون باشه یا که با امو الف موبیل خلاصه اپارات با دوشنبه سیتی. متاسفانه از بربنگ ندارم برای که سوم بسیار جمع میشه، پرابلم میشه، آدم ندارن که داودا کنه. خلاصه از اینکه آفیس شون در شهر دوشنبه رقمش در همینجا کارت همش هم جمع موندم. خداوند صبر و خیر شما را به درگاهش قبول بگردونه و قیامت هر یک قدم ما را آباد بگردونه. اللهم انصر المسلمین فی فلسطین. دوستان عزیز، خداوند مردم مظلوم فلسطین از این ظلم ظالمین پروردگار آزاد کنه. سلامت باشه. اگه ویدیوهای من دهقانی هم من اگه شش تا مونتاژ شانتاژ کردن نمیتونم متاسفانه، برای که اگه همین خیلی دهقانی پرداختم رقمای اگه کیان امو صالحین یعنی شرکت همایو جمع کرده ایستادم با میتونید در اینستاگرام شو در یوتیوب شو برای خودتون با اونجا خوبتر ببینید. من هم میتونستم یک جمعش 10 جمعش حساب کانال من از حساب شما دوستان عزیز. الحمدلله رحمت برای دستگیری تو، لایکات و کامنت خوب. سلامت باشید.